حضرت عمر صاحب یک شب مبارک برآمدن، تنها می برآمدن، حاضر باش میگشتاندن. خب ما نمیگیم که امروز بزرگا حاضر باش نگردن، بگردانن، اما کمی توکل خدا هم باشن. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تنها. غلام گفت که شمشیر خدا گرفتم، گفتم امی حضرت عمر کسی نزنه؟ تنها خصوصی میرفتم که مرا نبینه جنگ میکنه که چرا از پشت ما آمدی، مرا خداوند نگاه میکنه. حضرت عمر فاروق برآمد. غلام گفت کجا میری؟ گفت ایش قربان بغض دارین که با شما را دوستان با شما برم. گفت اردیم و غلامشون قصه کرد، به یک دشت برآمدیم. از دور آواز یک آه میآید، مثل قصه قبلی واری. این البدایه نقل میکنه، ابن کثیر نقل میکنه، ابن جریر نقل میکنه، بعض تاریخ‌های دیگه نقل تبری نقل میکنه. حضرت عمر گفت نزدیک شدم به این دشت که یک زنکه بی‌وس گریان میکنه. خوب نزدیک شدم، گفتم خواهر چرا گریان میکنم؟ گفت هیچ، تفلکا را به خاطرش گریان میکنم. گفت چی جوش میتی؟ یک دیگه از جوش میته با چکماق در داده. گفت گوشت بریان جوش میتم. حضرت عمر فاروق صاحب باز نزدیک آمدی، همشیره پیچ سفید. گفت ببخشید که من یک زن بیوزن هستم، شوهر ندارم، گوشت بریان نه، سنگ بریان است. سنگ در بین دیگه انداختیم. من به خاطر بر شما گوشت بریان گفتم که طفلا خبر نشه. برای طفلا گفتم که شما خو کنین، من براتون گوشت بریان پخته میکنم، اما سنگ از بازی دادیم. ای کاکا جان نمیشناسه که عمر فاروق رضی الله عنه هسته. باز زنکه گفت که بیوزن گفت کاکا جان خداوند در روز قیامت از پادشاه ها و امیرای مسلمان پرسان نمیکنه که با بیوزن را خبر نمیگیرن. یک بار حضرت عمر گریان گرفت، گفت پرسان میکنه خواهر. اوچت از جایش خیز به خانه رفت، دروازه را تک تک میکنه. برادران عزیز، لایق زورتان دستگیری غریبا را بکنین، لایق زورتان دستگیری گناهگارا را بکنین، دستگیری بدبختا و روسیا ها را بکنین که مردم تباه شده بعضیا. حضرت عمر صاحب به خانه آمد. غلامش گفت این بوجی آرده با پشتم بان. گفت قربان بگذارین که من بوجی آرده پشت کنم. گفت در روز محشر باری عمر تو پشت میکنی؟ پشت کرده میتوانی؟ گفت نه بار شما را هیچ کس پشت کرده نمیتواند. بوجی آرده امی تو نفسک زده، عرقک از پیشانی مبارک ریخته. کاش که یک عرق به چشم ما میریخت که به حلق خود فرو میبودیم و در روز محشر میگفتم الهی در درون ما یک عرق عمر است رضی الله تعالی عنه. یکی از کتابای معتبر نقل میکند اگر به سینه جوان نوشته شود عمر، او را شیطان شب بازی داده نمیتواند، او احتلامی نمیشود. از برکت نام عمر رضی الله عنه هنوز که ما عمر را ندیده ایم، الهی در روز محشر ما را به عمر یک جای بگردان و ما را در دنیا عمر مشرب و ابو بکر مشرب و عثمان و علی مشرب بگردان. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نزدیک خیمه شد. بیوزنکت خواست، گفت که خواهر عزیزم من یک آدمی هستم بسیار گناهگار هستم، ببینین عزیزان محترم امی آرد ما را قبول کنین. یک دیگ ندار، گفت دارم. دفتن دیگ ماند و آرد انداخت، خودش دیگ میکنه. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مثل که خودش کالای مبارکش پینه میزد، مثل که قبلا براتون عرض کردم روی منبر میشست کالای مبارکش پینه بود.